my و mine توی انگلیسی هر دو مالکیت رو نشون میدن. فرقشون با هم چیه؟ کی از my، کی از mine استفاده کنیم. دوستان سلام، من سعیدم از دارت پلاس با یه آموزش دیگه خدمتتون هستم. امروز میخوایم در مورد صفات ملکی و ضمایر ملکی صحبت کنیم، چیزی که زبان آموزا خیلی با هم اشتباه میگیرن. ببینید، مالکیت رو ما به دو شکل میتونیم بیان کنیم، یا به صورت صفت یا به صورت ضمیر. حالا فرقشون چیه؟ اول بدونید که توی انگلیسی به صفت ملکی، صفت مالکیتی میگن possessive adjective. possessive adjective که به معنی صفت هست، possessive هم که مالکیته. ضمیر ملکی میشه possessive pronoun به معنی ضمیر. اما تفاوت اینها با هم چی هست؟ ببینید، صفت رو زمانی استفاده میکنیم، از صفات ملکی زمانی استفاده میکنیم که یک اسم هم بخوایم بعدش بیان کنیم. نگاه به این جمله کنید: My phone is here. تلفن من اینجاست. ببینید، my صفت هست، حتما بعدش اسم هم آورده شده. My phone صفت ملکی، صفت مالکی را نمیتونیم به صورت تنها توی جمله استفاده کنیم، حتما باید اسم بعدش بیاد. یا این جمله رو ببینید: His car is blue. ماشین اوی مرد، ماشین او آبی هست. از صفت ملکی استفاده کردیم به اضافه اسم بعدش. یا این یکی: This is her bike. her صفتمونه، اسممونم بایک هست. This is her bike. این دوچرخه او هست، اوی خانم. هیچ وقت نمیتونیم اینطوری جملمون رو بگیم. ببینید، This is her، اصلا این جمله اشتباه است، چون صفات به صورت تک نمیان. برعکسش بچه ها حالتیه که ما از ضمیر ملکی استفاده کنیم. ضمیر کلاً توی فارسی هم تعریفش اینه دیگه، کلمه است که جایگزین اسم میشه. یعنی وقتی صفت رو میاریم ما دیگه نباید از اسم استفاده کنیم. به این مثال توجه کنید: This phone is mine. این تلفن مال منه. ببینید، mine یک ضمیره، بعدش دیگه ما هیچ اسمی استفاده نمی کنیم. یا این یکی: Is this yours؟ آیا این مال شماست؟ ببینید، اصلا اسم بیان نشده. حالا یا برای گوینده و شنونده اون چیز آشکار بوده، مشخص بوده، یا اینکه تو جملات قبلی اسمش اومده. فقط گفتیم yours، یعنی مال تو، مال شما. یا این مثال: This is hers. اینجا her داشتیم، صفت ملکی بود. اینجا hers داریم، ضمیرشه. This is hers. این مال او هست. دیگه اسم اون چیز رو بعدش نیاوردیم. ضمیرها همیشه به صورت تک استفاده میشن. خب دوستان، ببینید اینجا براتون ضمیر فاعلیا که همتون بلدین رو نوشتم که معادلاش رو صفت مالکیت و ضمیر مالکیتش رو به خوبی تشخیص بدید. کسی که صفات مالکیت رو میشناسه، ساختن و یاد گرفتن ضمایر مالکیت خیلی براش راحته، چون به استثنای اولی که تغییر کرده بقیهش انگار فقط یه اسم بهش اضافه کردیم. ببینید، I، my، mine. خب این یه مقدار تغییر کرد، ولی بعدیا رو ببینید: you، your، yours. فقط یه اس اضافه شد. we، our، ours. they، their، theirs. چقدر راحته؟ فقط انگار یه اس به آخر اضافه کردیم. ببینید، he، his، his. این دوتا یکی شدن. چرا؟ چون his خودش آخرش یه اس داشته، اگه میخواستیم یه اس دیگه اضافه کنیم خب بی تأثیر بود. she، her، hers. خب دوستان عزیز، بیاین اول در مورد his یه نکته بهتون بگم که صفت و ضمیرش یکی بود. بعدش هم دوتا تمرین بهتون بدم که ببینید آیا مطالب این ویدیو رو به خوبی یاد گرفتید یا نه. خب
This car is his. آقا شما که گفتید صفت مالکیت he میشه his، ضمیرش هم که همون هیزه. از کجا تشخیص بدیم که این صفت هست یا ضمیره؟ ببینید من بهتون گفتم اگر بعد از این کلمه که اینجا اومده یه اسم اومد صفت هست، اگر بدون اسم اومد ضمیره. اینجا تشخیص میدیم که این ضمیره. This car is his. این ماشین مال او هست، پس ضمیر هست اینجا. دو تا تمرین. اولیش ناهید lost نقطه چین keys. ناهید کلیداشو گم کرد. بهم بگید که اینجا صفت ملکی بذارم یا ضمیر ملکی؟ تو کامنت ها جواب بدید لطفاً. That bike isn't نقطه چین. بایک که میدونید به معنی دوچرخه هست. خب ممنون که تا پایان ویدیو رو تماشا کردید.